بعد شیخ الاسلام گفتن که و یتبرؤون من طریقه الروافض، اهل سنت و الجماعت از راه و روش رافضی ها بیزار هستند، براءت میگویند. یعنی ما پاک هستیم از آنها، ما همراهی آنها نیستیم، ما از آنها پاک هستیم، آنها از ما پاک هستند، ما از آنها بیزار هستیم. میگم از طریقه رافضی ها، الذين یبغضون الصحابه و یسبونهم، آنهایی که صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بد میبینند و حقارت میکنند، دشنام میکنند. و دشنام دادن صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خطر عظیم دارد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در معجم طبرانی با سند صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، گفتند که من سب اصحابی فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، کسی صحابه های مرا دشنام میدهد برای او لعنتی الله و لعنتی فرشتگان و لعنتی تمام مردم باشد. و ببینید لعنت یعنی بسیار گناه کبیره است که یک صحابه را کسی تحقیر میکند یا عیب میکند یا دشنام میکند، برایش لعنت باد.